ما در کشوری زندگی میکنیم که تمام تلاشش اینه که از هر گونه ارتباط جلوگیری کنه. اینو فیلتر میکنه، اینو میبنده، اینو پاره میکنه، اینو جر میده، اینو الان ویچت کو، وایبر کو، تلگرام کو، اینستاگرام هم میخواستن فیلتر بکنن، شاید هم بکنن، معلوم نیست. از آخرین روزای زندگیتون لذت ببرین. اما مردم ما مردمی نیستن که اگر اونم ببندن یه سوراخ دیگه پیدا میکنن. ما ایرانی هستیم، ما کم نمیاریم. افتخار خودتون عزیزم. سرعت نت ما رو در ژاپن تو برنامه شوکشون نشون میدن. پنجشنبه ها ژاپنیا میشینن پای برنامه تلویزیون میگن که شوک برنامه امشب سرعت نت. میگه اصلا نمیشه، مگه میشه با این سرعت؟ ما فیلم دانلود میکنیم، تا دانلود میشه خیلی از هنرپیشه‌های فیلم یا پیر شدن یا مردن. اینه که ما مشکلمون تو بحث اختلاف طبقاتی و زندگی لوکس و لاکچری، والا ما از کل این برنامه زندگی لوکس و لاکچری در زندگیمون فقط صابون لوکسش گیرمون اومد. چشما رو عرض میکنم. بذار حالا یه مسئله ای، چون صحبت از سوزش چشم شد، من از بچگی برام سوال بوده. تو عزیزان امشب میخوایم مسخره بازی در بیاریم. من متوجه شدم. ببینید اگر مسخره بازی در بیارید، من یعنی یک مسخره تو مسخره بشه که نشه جمعش کرد. نذارید کار به اونجا بکشه. من تا یه حدی خودم رو کنترل میکنم، دارم خودتون در چارچوب حرکت کنیم که چوبا نشکنه. خب چون خدا جای حق نشسته. سپاسگزارم. اگر تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته و لذت بردید، خواهش میکنم به افتخار باباهای گلتون یه دسته داشت. باباها، به افتخار و سلامتی باباهای پولدار و ثروتمند. اشکالی نداره، میدونم همه فقیرید، اما به افتخار و سلامتی باباهای پولدار و ثروتمند که اگر به پول و ثروت و رفاه رسیدن و برای خانواده امکانات آوردن، جوونیشون رو وسط گذاشتن و قید خیلی از خوشی ها رو زدن تا خانواده در رفاه باشن. دستمال کاغذی ها منم در نمیاد. اینجا بذارم، اینجا میذارم. به افتخار و سلامتی اون بابای بی پول و نداری که نتونست برای خانواده امکانات بیاره، اما تمام دلخوشیش از کل دنیا این بود که فردای روزگار مردم بگن این بچه سر سفره باباش بزرگ شده، و همین براش یک مدال افتخار.
افتخار و سلامتی مادر بزرگاتون دست بزنید. چرا گفتم یهو مادر بزرگا؟ ممکنه بگی یهو از بابا به مادر بزرگ، از مادر این مسئله چی شد؟ توضیح اینه که قدیم تا حالا خیلی چیزا تغییر کرد. الان یه بچه نهایت 2 بچه میارن ماتم میگیرن که حالا این دوتا رو چیکار کنیم؟ که خاکی توسه 2 تا شد، یکی 2 تا حالا از دست در رفت، نمیخواستیم شد و حالا هزار جو مسائل. قدیم اینجوری نبود. قدیمی های تو مجلس من دارم میبینم و اونها سهه میذارن به حرفی که من میزنم. قدیم از 7-8 تا شروع میشد. ما خودمون 9 تا بچه ایم. رفیق من 16 تان. اون رفیق من 19 شکم مادر بزرگش زاییده. یعنی میگفت مادر بزرگی من انقدر تون میزاییده فرصت افسردگی بعد از زایمان رو پیدا نمیکرد اصلا. نگفتم خودتون رو کنترل کنید عزیزان. اصلا نمیذاری حرف من. خب الان این کجاش خنده داره که من، نه واقعا الان من میدونی میخوام چی بگم که الکی مثلا میدونم مشکلات زیاده، غم و غصه ها زیاده، یه فرصت پیش اومده و باورتون شده که من هر چی بگم لابد باید بخندید. اصلا نمیگم، حسمو بردید. نکنید عزیزان. اون آقایی که این کارو میکنی جو سالن رو به هم میریزی. نکن. ببین خدا جای حق نشسته. خواهش میکنم بذارید کار انجام بگیره. منم کار دارم بس برم. بله. خودتون مدیریت کنید احساسات خودتون. خب اشاره کردن وقت ما تمام. خسته شدین؟ ادامه بدم برنامه رو یا بریم برای پذیرایی ها؟ پس بعد یه ذره برای من دست بزنید. اما در خصوص مبحث موسیقی و تاثیرگذاری موسیقی در ابعاد مختلف زندگی انسان و اینکه در طول تاریخ نظر اندیشمندان در خصوص اینکه دارم حرف میزنم چه تأثیر شگرفی رو در انسان میتونه بذاره، که غذای روح اون رو تلقی میکنن و از جای عده موسیقی رو به عنوان یک دستاویزه. چون قیافم شبیه دکتر علی شریعتیه، گاهی اوقات صدام هم شبیه اون میشه، دست خودم نیست. یعنی وقتی در آینه خودم رو نگاه میکنم خیلی اوقات خیلی شباهت عجیبی دارم من به دکتر علی شریعتی. منتها خب سرنوشت اینطوریه که ایشون دکتر میشه و من اینجوری میشم. موسیقی رو یادتونه که چندین سال قبل اگر کسی موسیقیشو میخواست معرفی کنه در اول آهنگ میگفت ارنجمنت بای ها رفت کنار، الان بند اومده. همونطور که در سرویس های بهداشتی گهگاهی ما دیدیم عمومیا بعضی از صداها که ایجاد میشه بیشتر از وسعت صدای شنیدن گوش ماست. میخندین، این هرتز بهش میگن، فرکانس، هرتز و مگاهرتز. خوب میدونه اون چون اجرا کرده. گاهی در این سرویس های بهداشتی عمومی من چجوری متوجه میشم که کسی فراسوت اجرا کرد؟ چون یهو سوسکا متفرق میشن و مورچه ها، حیوانات میفهمن که اون چیکار کرد. سرامیک کف سرویس ترک خورد اومد جلو، همون فرکانس صدا روی بگذار. خیلی سپاسگزارم. لطفاً
عزیزان همه گوشی موبایلاشون رو در بیارن. ممنون از اینکه هیچ توجهی نکردید، چون گفتم همه فقط نگاه میکردید. بله بله، 2/3 سالن هنوز در نیاوردن. عزیزان چرا لجبازی میکن؟ من نمیفهمم. یه بازی قشنگ اتفاقا و همه بزرگ میشن، ما بزرگ نشدیم، رشد نکردیم. یادمه وقتی من بچه بودم بزرگترها ازدواج میکردن، حالا که ما بزرگ شدیم کوچکترها دارن ازدواج میکنن. خدا از این به بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده، آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی.